این شرکت خودروساز چینی کولاک به پا کرده و داره پاچه تمام خودروسازهای بزرگ دنیا رو میگیره. خواهر قلادشو بگیر باز نگیره. ای وای. بگذاریم. شرکت BYD که عمرش به 20 سال هم نمیرسه، داخل پرانتز خاک بر سر ایران خودرو و سایپا از یانگ وانگ U8 رونمایی کرد. یک شاسی بلند با توان چرخش 360 درجه و همچنین قابلیت حرکت مایکل جکسونی. جون نازتو برم. جالبه داخل آب هم بندازیش هیچ چیش نمیشه. بدنه کاملا مقاوم با سیستم تعلیق پایداری هم داره. یانگ وانگ U8 1200 اسب بخار قدرت و شتاب 0 تا 100 کیلومترش تنها 2.8 ثانیه است. حالا به نظر شما چینی ها قادرند بازار خودروسازی دنیا رو دست بگیرند یا خیر؟ در پست بعدی به قدرتمند ترین سیستم تعلیق ساخته شده ی دست چینی ها که جهان رو شگفت زده کرده خواهیم پرداخت. پس با دانستنی استارز همراه شد.